سخن را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می‌نماییم، چون کلام الله سبحانه و تعالی با بسم الله شروع شده است. درس را با توفیق الله سبحانه و تعالی از این کتاب مبارک شروع می‌نماییم. اولا گفتیم کتاب اولی که ما در درس را می آداب طالب علم است. آداب طالب علم، ادب جمع آداب است، آداب‌های طالب علم. و مؤلف این کتاب دکتر عبدالمحسن ابن محمد القاسم است و این شیخ محترم عبدالمحسن ابن محمد القاسم یا که محمد ابن قاسم، این امام خطیب مسجد مدینه منوره است. آن مسجد مبارکه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد هجرت بر مدینه منوره این مسجد را بر اساس تقوا بنا کردن، امام خطیب آن همین مسجد است. و این عبدالمحسن ابن قاسم یکی از مشایخ و علماهای معتبر هم هست در بین طالب علما و کتاب‌های زیادی هم برای طالب علمانی که می‌خواهند درجه اول از علم رو، نقطه‌های اول از علم را بیاموزند، این گونه کتاب‌ها را برای طالب علما پیشنهاد و پیشکش کردگی هستند. و امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی یک از این کتاب‌ها را ما با همراهی شما درس می‌کنیم که این آداب طالب علم است. آداب طالب علم. در این کتاب مبارک مسائل زیادی را ما با همراهی شما می‌آموزیم باذن الله تعالی در مسئله آداب‌های طالب علم، که اولا مؤلف حفظه الله تعالی کتابش را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می‌نماید. سپس مقدمه کتاب بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله بخشنده و بی‌نهایت مهربان. مؤلف می‌فرماید که الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد بسم الله مؤلف حفظه الله تعالی کتابش را با حمد و ستایش از برای پروردگار عالمیان شروع میکند، پروردگار جهانیان شروع میکند. سپس بر درود و سلام بر پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم و آلش و اصحابش اجمعین بر همه آنها باد شروع میکند و میگوید و اما بعد می‌فرماید که فإن تعلیم العلم من مهمات الرسل، بدرستی که آموزش علم، تعلیم گرفتن علم، این یک از مهمات رسولان است. پس تعلیم گرفتن و تعلیم دادن این مسائل دینی از مهماتی که بوده است رسولان بوده است. چگونه که الله سبحانه و تعالی از ابراهیم علیه السلام می‌فرماید ربنا وبعث فیهم رسولا، پروردگار را میگوید ابراهیم علیه السلام، پروردگار ما در میان آنها پیامبری از خود آنها بفرست، در میان آنها از خود آنها پیامبر بفرست، رسولا منهم، به خاطر چیز یتلو علیهم آیاتک، تا اینکه پروردگار آیه های تو را بر آنها تلاوت کنند، به مردم آیه های تو را به آنها تلاوت کنند. یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه، و بر آنها کتاب رو تعلیم بدهند و حکمت رو نیز برای آنها بیاموزانند. و یزکیهم، همچنین بعد آموزش کتاب و حکمت آنها رو پاک بگردانند، آنها رو چیکار نمایند؟ پاک بگردانند. و یزکیهم. و سپس فرمود انک انت العزیز الحکیم، به درستی که بدون شک و تردید تو پیروزمند و حکیم هستی. و سپس شیخ می‌فرماید که وجعل الله الرسل قدوة لغیرهم، الله سبحانه و تعالی رسولان را، پیامبران را برای دیگران یک نمونه عبرت، یک قدوه قرار داد. چگونه که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید اولئک الذین هدی الله، آنها کسانی هستند که الله سبحانه و تعالی هدایتشون کرد، مشمول رحمت الهی قرار گرفتم. فبهداه مقتدی، اینجا مسئله مهمی را شیخ حفظه الله ذکر می‌نماید از این آیه کریمه. پس آنها کسانی هستند که هدایت یافتند، الله آنها را هدایت کرد، پس به هدایت آنها شما اقتداد پیروی کنید. این آیت تأکید می‌نماید برای ما شما برادران و خواهران گرامی که ما باید از پیامبران گرامی قدر پیرو باشیم و از آنها پیروی نماییم و از رسول صلی الله علیه و سلم پیروی نماییم. چون الله سبحانه و تعالی می‌فرماید، شیخ می‌فرماید که و امرنا بالتأسی بالنبی محمد صلی الله علیه و الله سبحانه و تعالی ما را امر نموده است با تأسی و پیروی از محمد صلی الله علیه و از پیامبر محمد صلی الله علیه و قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، به درستی که از برای شما تأکید می‌نماید، به درستی که از برای شما محمد صلی الله علیه و سلم یک الگو، یک اسوه نمونه است. البته رسول الله برای شما یک نمونه نیک هست. لمن کان یرجو الله والیوم الاخره، برای کسانی که به الله و روز آخرت امید بستند و امید دارند. و همچنین
ابن کثیر رحمت الله علیه که برای همگان معلوم است، یکی از مفسران کرام هستند، رحمه الله تعالی میفرماید که هذه الايه، یعنی این آیه که تلاوت کرده شد، البته رسول الله یک نمونه نیک است برای شما. میفرماید که هذه آیه، این آیه کریمه، اصل کبیر، یک اصل عظیم است، فی التأسی برسول الله، در بیان پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم، فی اقواله، در سخنان رسول صلی الله علیه و و افعاله، در فعلهایش، و احواله، و در تمام حیات زندگی احوال رسول صلی الله علیه و سلم. در تفسیر ابن کثیر در مجلد 6 میفرماید که و کان السلف یقرنون تعلم الادب بالعلم، و سلف گذشتگان این امت همراه علم آداب را نیز میآموختند. همراه علم آداب را نیز میآموختند. این نقطه خیلی مهم است. همراه علم آداب را نیز میآموختند. و قال ابن سیرین رحمت الله علیه میفرماید که و کانوا یتعلمون الهدی کما یتعلمون العلم، آنها یعنی سلف گذشتگان این امت هدایت و آداب درست را همانطور میآموختند که علم را میآموختند. چگونه که ما از برای علم ها، از برای آموزش علم ساعت ها می‌نشیم، تعلیم علم میگیریم، علم میآموزیم، ان همین گونه هدایت را میآموختند و همچنین آداب را نیز میآموختند. شیخ میفرماید که و طالب العلم اولا من غیره بالتأسی بالنبی، پس طالب علم، دانشجو، باید پیش از دیگران بر تأسی و پیرویش از رسول صلی الله علیه و سلم باشد. از غیرش دیده، از دیگران دیده، باید طالب علم پیرویش بیشتر بر رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، چون یک الگوی قدوه باشد. فتحلی باخلاقی، همچنین اخلاق رسول صلی الله علیه و سلم در خود کسب بکند طالب علم. و شمائله، حیات زندگی او صلی الله علیه و سلم را تو نمیتوانی اخلاق او را بیاموزی و اخلاقی را بفهمی مگر اینکه با آموزش علم و حیات او را. شیخ میفرماید که پس باید طالب علم به اخلاق او صلی الله علیه و سلم آراسته بگرداند خود را و خصلت‌های او صلی الله علیه و سلم از رفتار و صفات‌هایش را بگیرد و از آن پیروی نماید. لقبول دعوت عند الناس، به خاطر چیز؟ به خاطر این که در هنگامی که به سوی مردم دعوتگر می شود، پس سخنش مورد قبول و پذیرش قرار بگیرد. برای همین است که علما فرمودند که العالم بعلمه لم یعمل معذب من قبل عباد الوثن، عالمی که با علمش عمل نمیکند پیش از بود پرستان عذاب کده می شود. و در تفسیر سوره فاتحه در غیر المغضوب علیهم ولا الضالین این رو بیان کرده بودیم. یک بار گوش بدهید سوره فاتحه رو، تفسیرش رو. پس باید طالب علم تأثیر او طالب علم به دیگران با آدابش، با رفتارش، با عبادتش صورت بگیرد. برای همین شیخ این مقدمه خیلی زیبایی رو مسئله آداب‌های طالب علم در اینجا بیان کردن. برای یادآور شدن به طالب علم از زیبایی علم و آرایش علم، طالب علم در رفتار و کردار و گفتارش اهمیت کلان دارد میفرماید. و شیخ میفرماید که من این آداب‌ها را در این کتاب جمع آوری کردم و این کتاب را چنین نام نهادم: آداب طالب علم، آداب‌های طالب علم. و در آخر میفرماید که اسأل الله ان ينفع به، از الله طلب می‌نمایم، از الله می‌خواهم که مردم از آن بهره بگیرد، با این کتاب مردم بهره مند شوند. و ان یجعله خالصا لوجه الکریم، و این کتاب را خالصانه از برای رضای او سبحانه و تعالی قرار بگیرد، که خالص از برای رضای او سبحانه و تعالی بگردد. و ما هم دعا می‌کنیم پروردگار این محفل‌های علمی که است اینها را هم خالص از برای خودش قرار بدهد و ریا و هر چیزی هست که از قلب ما دور بسازد. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و صلوات و درود بر پیامبرمون محمد صلی الله علیه و علی و صحبه اجمعین و آلش و اصحابش اجمعین باد. دکتر عبدالمحسن ابن محمد القاسم که می‌فرماید که فرغت منه یوم عید الاضحى، من این کتاب را در روز عید اضحی، عید قربان، یعنی در عام اثنین سالی 1442 هجری بیت رسوندم در مسجد مدینه منوره.